طلوع ستاره درخشان، سرآغاز تولد منجی. آنها معتقدند مردی متولد خواهد شد که منجی آنهاست. نام تو موساست. اگه بهت بگم قراره یکی از بزرگترین داستانهای تاریخی، اونم با جلوه‌های ویژه خفن و بازیگرای درجه یک روی پرده سینما ببینید باور میکنی؟ موسی کلیم الله یه فیلم پرهزینه، یه داستان حماسی و یه تیم حرفه‌ای پشت دور. ولی آیا موسی کلیم الله اونقدری خوبه که بری سینما ببینیش یا فقط یه روایت کلیشه‌ای و تبلیغاتی از یک داستان قدیمیه؟ بیاد ببینیم چی ساخته شد. این همان کابوس هولناک است. سلام موسی کلیم الله. داستان چیه؟ موسی کلیم الله به وقت طلوع فیلم جدید ابراهیم حاتمیکیاه که قراره زندگی حضرت موسی علیه السلام رو روی پرده سینما بیاره. فیلم از بچگی موسی شروع میشه، همون ماجرای معروف، نوزادی که فرعون دستور قتلش رو داده. مادرش میذاردش توی سبد و میسپردش به رود نیل. آسیه زن فرعون پیداش میکنه و بزرگش میکنه و توی قصر دشمنش بزرگ میشه. پس تا اینجا داستان رو همه میدونن، اما سوال اینه آیا این فیلم قرار روایتی متفاوت ارائه بده یا فقط یه نسخه پرزرق و برق از چیزیه که بارها شنیدیم؟ یکی از زنان گوشن طفلی در شکمش پنهان است که روزی دشمن پادشاه خواهد شد. من کجا مادری منجی بنی اسرائیل؟ بازیگرای این فیلم چطورن؟ یه تیم پرستاره جلوی دوربین هستن. علیرضا کمالی توی نقش پدر حضرت موسی، مردی که باید بین عشق به پسرش و شرایط سخت زمانه تصمیم بگیره. میلا زارعی در نقش مادر حضرت موسی که باید بچهش رو به رود بسپاره، یعنی احساسی ترین بخش فیلم که این بخش فیلم هستش. بهنام تشکر توی نقش فرعون به جای تصویر همیشگی یه پادشاه مغرور یه تصویر متفاوت از فرعون رو نمایش داده. بهاره کیانفشان هم نقش آسیه رو بازی کرده، همسر فرعون که موسی رو نجات میده و بزرگش میکنه. اما کارگردانی و جلوه‌های ویژه فیلم چطوره؟ حاتمیکیا همیشه توی ساخت فیلم‌های بزرگ و پرخرج مهارت داشته. این بار هم با فناوری تولید مجازی و جلوه‌های ویژه سنگین سعی کرده یه اثر حماسی بسازه. اما واقعا کیفیت کار در اثر فیلم‌های هالیوودی هست یا فقط یه نسخه داخلی و معمولی رو قراره ببینیم؟ حالا سوال اینه آیا فیلم ارزش دیدن داره یا نه؟ از نظر بازی و اجرا میلا زارعی و بهنام تشکر قوی ترین نقش آفرینی رو داشتن، اما داستان فیلم خیلی غافلگیر کننده نیست. روایت کلاسیکه. اگه دنبال یه نگاه تازه به داستان حضرت موسی هستی شاید این فیلم چیز جدیدی برات نداشته باشه. با این حال جلوه‌های ویژه و فضاسازی فیلم به شدت تماشایی‌اند و اگه علاقه به فیلم‌های تاریخی و مذهبی دارید حتما از دیدنش لذت میبرید. پیشنهاد من اینه اگه دنبال یه فیلم پر سرق و برق با داستان حماسی هستی برو ببینش، اما اگه دنبال یه روایت تازه از داستان حضرت موسی هستید شاید بهتر باشه یه مقدار توقعاتتون رو پایین بیارید. حالا 3 گزینه جایگزین برای فیلم موسی کلیم الله در نظر گرفتم. 3 فیلم خارجی هستن که اگه از این فیلم خوشتون اومده از این فیلم ها هم خوشتون میاد. فیلم اول فیلم اکزودوس Gods and Kings محصول 2014 هستش. خروج خدایان و پادشاهان، یه فیلم حماسی هالیوودی به کارگردانی ریدلی اسکات و بازی کریستیان بیل توی نقش حضرت موسی. جلوه‌های ویژه فیلم فوق‌العاده است، اما از نظر دقت تاریخی و روایت یه سری تغییرات جنجالی داشته که شاید برای بعضیا جالب نباشه. فیلم خروج خدایان و پادشاهان. فیلم دوم فیلم 10 فرمان محصول 1956 هستش. یه فیلم کلاسیک و یکی از بزرگترین پروژه های سینمایی راجع به داستان حضرت موسی که هنوز هم طرفداران خودشو داره. این فیلم از نظر داستان و اجرا خیلی وفادار به روایت های سنتیه. فیلم سوم فیلم نوح محصول 2014 هستش. داستان حضرت نوح رو روایت میکنه، اما از نظر جلوه‌های ویژه و فضاسازی یه تجربه خاص ارائه میده. اگه دنبال یه فیلم تاریخی و مذهبی
با یه برداشت سینمایی متفاوت هستی فیلم نوح میتونه گزینه جذابی باشه به کارگردانی دارن آرونوفسکی. پس اگه موسی کلیم الله اونقدر نظرتو جلب نکرد میتونی یکی از این 3 تا فیلم رو ببینی و یه تجربه حماسی و جذابتر داشته باشی. خدا نگهدار.